Hey guys، من برگشتم با یه آموزش دیگه. میخوام موامو درست کنم. 3 تا محصول دارم برای موه، این برای پوست صورته، اینم یه تافته که میزنم برای آخرش. بریم که داشته باشیم. یکم از این میزنیم. خیلی زیاد هم بچه ها نباید استفاده کنیم، زیادش هم هر چیزی خوب نیست، مخصوصا این چیزای پوست و اینا. اگه نگرفته به من بگید دیگه. الان بگی نگیر نیمچه رژیمم. بعد چون کم زدم زیاد به دستم اینا نچسبید. اگه چسبیده هم باشه اینجوری باید بمالی به بدنه. یه ذره ببین خیلی کم از این. ببین من زیاد نمیزنم چیزیو. این داره در حد اینکه این جلوی موهامو یکم روغنی کنم. بهش میگن این روغن آرگانه. چیز باحالیه. خب اوکی، خوش میکنم. بعد موها رو به سمت این ور حمایت، یعنی همراهی کنیم که من با این شونه نشون میدم که اینجوری خیلی راحت یه فرق باز میکنیم. خیلی ایزی این فرق رو میدونیم. باشه خودش باز میشه. اینجوری به سمت برعکس اینجوری میکنم. اینجوری جلوش رو اینجوری میکنم. 1 2 3 دوباره 1 2 3. من یکم پشتشو حتی بغل هم دیگه سشوارش میکنم اینو، چون من نمیبینم جلوی دوربین. بعد میام محله بعد تر بشه. بعد که سشوار کلن 2-3 دقیقه است، 4 دقیقه به تمام میشه. 2-3-4 دقیقه هم اتوموه. ببین این جایی که مال موهای من اینجوریه، این جایی که چیزه فر داره رو با اتو صاف میکنم. یکم این جلوتر شما دارم که حالا اینجاش هم اگه حال کردین یه دستی بکشید وسط رو به همین شکل. یه دور دیگه حالا معذرتیات اینجا که خیلی فرق. من میخوام با 1 دقیقه و 30 ثانیه کار اتو رو میام اینجا. اوکی اینجا رو بچه میتونید هایلایت بدید. اینجوری دیدی من دادم چجوری میدم. یه فر ریزی ببین. یکی دیگه اینجا بزنم آموزشی. ببین اینجوری میکنیم میدی بالا یه فر میخوره، میدی بالا میدی. بعد این بغلا رو اینجوری متمایز میکنی به سمت پایین. بعد جلو هم یه دونه اینجوری میزنی و این همون حالته بود که بهت گفتم دادم بهش. یه حالت مردونه این دیگه الان. ولی خب مثلا میخوای حالت مردونه در بیا یکم اینجوری کفشو بخوابون، یکم بخوابون، یه ذره ژلمل بزن، میدونی قشنگ‌تر میشه. الان دیگه مدلی که صبح میخوای باشی بری سر کار 5 دقیقه. امیدوارم لذت برده باشین. آرزوی بهترین براتون دارم. فعلا